ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ رب العزت برایان کے نعمتهای اشرا بر بشر و انسان به پای تکمیل برساند و نعمتها را کامل بکنه، علاوه از نعمتهای مادی و نعمتهای دنیوی و منافع دنیا که برای بشر در نظر داشته است، الله تعالی منافع با دینی را الله تعالی و رهنمایی معنوی و دینیش را الله تعالی هم به بشر عنایت کرده است. دو نعمت بسیار عظیم و دو نعمت بسیار بزرگ، نعمت مادی و نعمت دنیوی و نعمتهای معنوی. اگر ما بریم توی بخشهای نعمتهای دنیوی هم نمیتوانیم به جای برسیم، برای اینکه الله تعالی همین نعمتهای مادی را شمرده در سوره مبارکه ابراهیم و می فرماید که و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر شما نعمتهای خدا را بشمارید نمی توانید شمارش کنید. کدام نعمت می شمارید؟ نعمتهایی که در وجود ما و بدن ما هستند یا نعمتهایی که خارج از وجود ما؟ و چقدر نعمت فراوانه، چقدر نعمت زیاده. نعمتهایی که در این کره خاکی الله گذاشته است، شکرش را حسابش را میتوانید بکنید، یا نعمتهایی که در این فضا الله قرار داده، خورشید و ماه و ستارگان، و کدام نعمت را میتوانیم بشماریم و حساب بکنیم؟ و همینطور از نعمتهای کلان و نعمتهای بزرگ نعمتهای معنوی هستند، نعمتهای دینی هستند که بهترین کتاب و آخری کتاب را الله تعالی به امت ما، آخرین امت، الله تعالی عنایت کرده. و قبل از دین اسلام، قبل از این امتهای پیشینان که الله تعالی اونها را
هم از همین نعمت معنوی بهره‌مند و برخوردار کرده است. و این آخری کتاب و بهترین کتاب و این آخری پیامبر هست که خاتم النبیین و آخری پیامبر هست و بهترین راهنمایی ها را برای جامعه انسانی، جامعه بشری، برای بشر و انسان در زمینه های مختلف آورده است. شما اگر کسی بررسی بکنه در بخش اعتقاد، بهترین اعتقاد و صحیح ترین اعتقاد را حضرت رسول صلی الله علیه وسلم برای این امت، برای انسانیت آورده است. و اگر در بخش عمل کرد بریم و احکام الهی را نگاه کنیم، بهترین احکام نورانی، احکام زیبا را رحمت للعالمین محمد امین صلی الله علیه وسلم برای ما آورده که عمل به این احکام ما را می سازد. این احکام و تزکیه می کنند، به وارستگی می رسانند. اعتقاد صحیح و درست ما را به خدا وصل می کند و عمل کرد صحیح و نورانی می سازه و هم ما را به الله وصل می کند. بهترین اخلاق و اخلاق زیبا که در روایت حدیث آمده است، حدیث صحیح آمده که بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من الله تعالی مبعوث داشته تا پروژه اخلاقی که همه انبیا معلم آن بودند، من این پروژه اخلاق را به پای تکمیل برسانم. آن حضرت همه چیز را به پای تکمیل رساند، هم پروژه اعتقادی و هم عمل کرد و احکام و هم اخلاق. بهترین اخلاق تعلیم داد، بهترین معاشرت را آن حضرت صلی الله علیه وسلم، زندگی با دیگران، حقوق انسانها. وقتی که شما در احادیث برید و زندگی این بنده مقرب و صالح الله تعالی را بررسی بکنید، ببینید که چگونه تعلیم داده که با انسانهای دیگر ما زندگی بکنید. و این تعلیم در جای خودش تعلیم بی نظیری، با همسایگان، با ضعفا و فقرا، با یتیمها، چه مهربانی را آن حضرت صلی الله علیه وسلم تعلیم داده که ما با انسانهای دیگه چه ترحم بر حیوانات ترحم باید کرد. و به والدین که نزدیکترین نسبت انسان با والدین، مادر و پدر، فرزند، زن، و چه تعلیم زیبایی. شما شاید در هیچ مکتب در دنیا تلاش کنید این تعلیم نمی بینید شما به این زیبایی، به این خوبی. و شما تمام مکاتب فکر دنیا را بررسی بکنید، تمام تمدنها را و فرهنگها را شما مانند تعلیم حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، تعلیم زیباش، شما چنان ترحمی، چنان حقوق انسان، حقوق بشر، نه حقوق مسلمان، حقوق همه انسان ها، تعلیم زیبایی میبینید. شما در بخش اخلاق برید،
حیران میشید که این تعلیم چه تعلیمی، چه اخلاق را نظر صلی الله علیه وسلم تعلیم داده و چه اخلاق خودشون رفتار کرده. تو این تعلیم شما ضعف نمیبینید، توی زندگی آن حضرت ضعف نمیبینید. ضعف اگر هست در ما مسلمانانه که از سیره آن حضرت فاصله داریم، از قرآن تعلیم کتابمون فاصله داریم و از اخلاق آن حضرت ما فاصله گرفتیم. همه سرگردانی ها و ناکامی ها که امروز دامنگیر جامعه اسلامی شدن و ما شدن، همه اسباب عمل کردن، اسباب اخلاقان، اسباب آنن که به سیره آن حضرت عمل نمیشه، به قرآن عمل نمیشه، به این مجموعه دین که دین یک مجموعه کامله انسان سازه که انسان می سازه و انسان نمونه می کند و انسان واقعی می گردانه. از این فاصله شما وقتی که به اخلاق آن حضرت میرید، سبحان الله، آن حضرت همه با امرا و با بزرگان قوم نیستن. آن حضرت با یتیم ها کنار یتیم نشسته، کنار ضعیف نشسته، کنار غلام، کنار کنیز، اونهایی که در طبقه پایینن، در طبقه پایین قرار دارند، در طبقه ضعیفن. با ضعیف ها آن حضرت بیشتر نشسته و چنان مردمیه و در میان مردمه که یک کنیز هم آن حضرت را میکشه که با او کار داره و جدا میکنه و صحبتش را مطرح میکنه. راه او را یک پیرزن راه آن حضرت را میگیره که با آن حضرت کار داره. آن حضرت با او میسته، جماعت ایستاده، جماعت نماز. حدیث است که اقامت هم شده، کسی دست آن حضرت را گرفتن و گفته کار داری. آن حضرت ایستادن، صحابه ایستاده، حرف او را گوش میکنه که حرفش تکمیل بشه. نماز بعد خوانده میشه، صحابه ایستادن، بیستن، این حرفش تکمیل بشه. نگه حرف من کامل نشنیدم، به حرف من توجه نشد. حرف همه را میشنود. هیچگاه آن حضرت خوب توجه کنید که با یک طیف خاص مشوره نکردن، با طیف های مختلف مشورت کرد. با زنان مشوره شده، با جوانان مشوره شده و چه بسا مشورت جوانان در احد آن حضرت قبول کرد. اصرار جوانان، مشورت جوان، طیف خاصه و مجموعه خاصه برای مشورت آن حضرت نبودی. این سیره آن حضرت با طیف های مختلف، تفکرات گوناگون و نظرهای مختلفه جمع‌بندی کرده و جمع‌آوری کرده که نظرات مختلف چه میگه. و همین سیره خلفای راشدین، همین سیره بزرگان اهل بیت، خصوصا سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، حسن و حسین، حضرت زهرا، اینا هم همین سیره آن حضرت صلی الله علیه وسلم. حدیث یادم آمد که وقتی که صحبت این بود که خلیفه بین حضرت علی و حضرت عثمان چه کسی خلیفه آن حضرت باشه، حضرت علی فرمودند که اگر من شدم که به هر حال
من به سیره آن حضرت عمل میکنم. ولی حضرت عثمان انتخاب شد، تاکید کردن که به سیره حضرت رسول عمل بکنه. چقدر این توصیه زیبای سیدنا علی رضی الله تعالی سیره آن حضرت مطرح بود. کسی که فرمود من و کسی که یتیم پرورش میده، من و او در جنت مثل این دوتا انگشت خواهیم. انا و کافل الیتیم کهاتین. من فرمودم و کسی که یتیم پروری داره اینطور به هم نزدیک. ترحم بر یتیم، ترحم بر ضعفا و فقرا و اینها در سیره طیبه نبوی نبوت وجود داره. و شما ببینید که با اسیران چگونه رفتار کرد. شما توی سیره آن حضرت نمی بینید که یک اسیر را آن حضرت بکشه. کل اعدام ها در زندگی آن حضرت از شمار یک انگشت کمتر شاید باشه نمی گذرد. قصاص جای اجرا شده، قصاص دستوری الله تعالی. کسی که کسی را قصدن بکشه، قصاص بان حضرت ترغیب هم به گذشت داده است، حدیث موجوده. و توی موارد خیلی جزئی یک اتفاقه، اگر دو اتفاق پیش آمده و گفته شده از این منبر و جاهای دیگه شنیدید و خواندید شما که مکه را که فتح میکنه چگونه رفتار میکنه. خیلی مردم گفتن که دیگه مکه صاف میشه، مکه را میکشند مردم مکه را، چرا که آن حضرت خارج کردند، از اخراج کردند از مکه، صحابه را اخراج کردند. هجرت به اختیاری نبوده، اینها جانشون به خطر بوده که هجرت کردند. و بعد از هجرت هم 13 سال قبل از هجرت و اذیت و آزار و شکنجه مسلمانان و 8 سال بعد از هجرت، 6 سال البته جنگ بود و درگیری ها بود و بعد صلح شد تا 2 سال. ولی در همین صلح هم به مسلمانان ضرر رسوندن. و روز فتح مکه که آن حضرت می فرماید، وقتی صحابی می گوید یکی که الیوم یوم الملحمه، امروز روز خون ریزیه، و آن حضرت می فرماید وقتی این حرف می رسانم به آن حضرت میگن الیوم یوم المرحمه، امروز روز ترحمه. دین اسلام دین ترحمه و اگر در دین اسلام ترحم نباشه چه چیزی در دین اسلامه؟ ترحم زیبایی در دین اسلام، رحم در اسلامی. اگر شما مسلمان باشید ولی ترحم داشته نباشید، هیچ چیزی نمیتونه جای ترحم پر بکنه، هیچ چیزی نمیتونه جای ترحم، جای شفقت، این بالاترین اخلاق. هیچی نمیتونه مسلمان باشید و صداقت داشته نباشید، هیچ عمل نمیتونه پر بکنه. هزاران بار برید به آنجایی که ثواب میرسه، برید خانه کعبه را زیارت کنید، برید به عقیده عزیزان ما به کربلا برید و به زیارت امام هشتم امام رضا برید و همه جا را برید. ولی اگر ترحم نباشه، حضورتون در صحرای عرفات نجات شما نمیشه. این مهمه، صداقت مهمه. دروغ دشمن، همونطور که
مردم میگن که دروغ دشمن خداست، یعنی دروغگو دشمن. دروغ همه چیز از نابود میکنه، میگذارد. صداقت، امانتداری و یک رنگ، انسان یک چهره باشه، یک رنگ باشه، این اعمال بزرگ، اخلاق بزرگ، حیا، عفت، همه اینها از اخلاقهای بلند و بالا. آمین. این روزها از اعدام به هر حال خبرهای است که در این روزهای اخیر تعداد زیادی را به اعدام کردن به جرم مواد مخدر و تقریباً 20 و بالاتر از 20 آمار میدن که اینها از همین مردم بلوچند و مردم سیستان و بلوچستان. بسیار جای تعجب هست که این از شهرهای مختلف در یک تاریخ و یک هفته بالاخره افراد اعدام میشن که این زن و بچه دارن و چه کسی بچه های اینها را سرپرستی میکنه، چه کسی کفالت میکنه؟ آیا حکومت مسئولیت نداره نسبت به رعیتش؟ هر حاکمی باشه، حکومت ها نداره مسئولیت نسبت به یتیم ها، نسبت به زنهای اینها؟ و اینها مادر دارن و مادر چه داغی داره، پدر دارن، پدرانشون چه داغی دارن، خانواده و برادر دارن، فامیل دارن و چه درد ایجاد میشه. با اعدام ها چه اندازه دشمنی درست میشه توی خانواده ها، مخالف درست میشه. و چرا این فکر نمی کنن؟ و اینها در سیره حضرت علی بوده، در سیره خلفای راشدین چنان چیزی سابقه داره، در سیره آن حضرت هست، هیچ سابقه نداره. شو حضرت علی در جنگ که درگیر شده، جنگ نهروان درگیر شده یا جنگ های جمل و صفین، طبعا در جنگ ها دو طرف یک دیگر را میکشه، ولی حضرت علی یک اسیر نکشت. حضرت علی اسیر نکشت. قاتل حضرت علی را که دستگیر کردن میخواستن بکشند او را. حضرت علی را چنان ضربه زده بود که امید زندگی حضرت علی نبود، ولی حضرت علی اجازه ندادن که اینه بکشن. گفتم من هنوز زنده ام، حق مال خود منه و وقتی که من وفات کنم حق مال ورثه میشه. و نگذاشت حضرت علی که بکشه، او را زنده نگاه داشت. و حضرت علی که وفات کرد بعد اختیار در دست اولیای حضرت علی افتاد. بر سری او کشاس بود شرع. این ترحم، اخلاق و ما در منطقه‌ای که بسیار محروم منطقه بلوچستان زندگی میکنه، دامنه لوت کویره، آب فرق زیادی نیست برای کشاورزی، هواش گرمه و شغل نیست. آیا حاکمیت، حکومت، دولت ها کارگاه اینجا ایجاد کردن برای مردم؟ آیا کارخانه زدن؟ آیا معادن فعال کرده؟ آیا پتانسیلی که در استان مرزن، دریای معادن، در کدام قسمت شما شغل ایجاد کردید؟
حکومت ایجاد کرده که مردم اعدام میکنه. این مردم اعدام کردن. شما او زمانی که بگی آقا برید تو کارخانه کار کنید، چرا کارخانه کار نکردید؟ چرا توی کارگاه نرفتید؟ چرا فلان شغل؟ مردم بیکارن. و مواد مخدر ضررهای سنگینی داره و یکی از موادهای خطرناکه، ولی آیا شما برای مردم شغل ایجاد کردید؟ میدونید که بخش بزرگی از این مردم از گرسنگی میره. برای 500,000 تومان ما نام داری که مردم برای 500,000 تومان کشته شده، برای 1,000,000 تومان کشته شده. شما شغل ایجاد میکردید. شما مردم بیکارن، جوانان بیکارن. استانی که بیشترین جمعیتش جوانه، بیکاری این جوانها، شغل ندارن، تحصیلات هم ندارن. آیا اینها را ما زمینه تحصیلاتشون را اونطور که باید و شاید باشه ما فراهم کردیم؟ اینا را آموزش دادیم، برای اینا شغل ایجاد کردیم؟ نکردیم این کار. هنر ما در اعدامه و هنر نیست. قانونی را که تصویب کردن، این قوانین اعدام و جزایی کشور که از مجلس هم رد شده و تصویب شده است، نه با سیره حضرت که مطابقت داره، نه با سیره حضرت علی مطابقت داره، نه با فقه اسلامی موافقت داره. نه تطبیقش را میتونید شما به شریعت اسلام بدید و نه با قوانین بین المللی. قوانین اعدام در کشور ما نه با قوانین بین المللی هم خانی دارن، نه با قوانین شرعی. و یک مشکلی که ما داریم از اوائل انقلاب 44 سال، هر قانونی که تصویب شده دیگه 2 مرتبه دست نخورده است، بنده است. توی همین قانون اساسی بنده های ما داریم که کشور را فلج کرده است. بنده های مصوبات را خبرگان تصویب کرده که کشور را با این چالش کشیده، ولی تا حالا دست نخورد. و تمام دنیا برخلاف تمام دنیا است. دنیا یک قانون تصویب میکنه و نگاه میکنه. آقای قانون به نفع به ضرر. اینها همه قانون ها که در دنیا تصویب میشه و این قانون ها قانون آسمانی نیست. عقل بشره. بشر اشتباه میکنه. بشر دچار اشتباه میشه. ما نه اونایی که بالاتر از ما بودن دچار اشتباه شدن، ولی اشتباهشون اصلاح کردن. و این قوانین بسیاری هم که جواب نمیدن. بسیاری بنده ها در قانون اساسی که جواب ندادن کشور را به چالش کشیدن و نباید جابجا بشه، نواز بشه. قوانین جزایی هم اینها نیاز به تجدید نظر دارن. جلوی اعدام ها را ما خیر خواهیم، خیر خواهانه میگیم که جلوی اعدام بگیرید. اعدام، کشتن، اصلا و حدیثی این سیره آن حضرت که پیشنهاد داده که رسول الله منافقین اخبار مسلمانان می بردن، دشمنان مسلمانان تحریک می کردن علیه مسلمانان و شما این منافقین قتل بکنید، بکشید. آن حضرت فرمود گوی سزای اینا قتله. آن حضرت فرمودن اگر من اینا را بکشم مردم چه میگن؟
مردم دنیا میگن که محمد ملت خودش را میکشه. کسی که ملت خودش را بکشد او چه اعتماد این چه اعتماد بر او هست؟ این حدیثه. گفتم من این کار نمیکنم. آن حضرت با همین ضرری که منافقین که ظاهر مسلمان و باطن غیر مسلمان، ضد دین، ضد حضرت رسول چندین بار توطئه کرده که آن حضرت را ترور کنم، به قتل برسانم. سحر کرده علیه آن حضرت. او که سحر کرده بود و فرشته آمد و گفت که این لبید بن اعصمه یهودیه، به ظاهر مسلمان شده، از یهودان مدینه برای شما سحر کرده. آن حضرت سحر تخریب که کردن، گفتن که شما نامش را اعلام بکنید. آن حضرت فرمودن که من نمیخواهم، من الله شفا داده، مشکل من حل شده. 6 ماه آن حضرت صلی الله علیه وسلم زیر فشار جادو بودم. گفتن که من الله شفا داده، من نمیخواهم نام او را اعلام بکنم، فتنه درست نیست. بعضی آمدن اجازه گرفتن که ما این قتل میکنی، جسارت بزرگ کرده، ضرر بزرگ رسونده. گفتن نه، هیچ کاری با او داشته نباشید. لبید بن اعصم می آمد سلام میدادن، حضرت سلامش را جواب داد، چهره خود را متغیر نکرد در مقابل لبید بن اعصم، هیچ کاری نشده. و این بود گذشت. اعدام برای کشورم ضرره، برای ملت ایران ضرره. چرا دنیا به ما بگه که آشو بیشتری اعدام دارید؟ اعدام هم اعدام که اعدام انسان مطلق، ولی اعدام ملته. و کدام دولت ملت خود را میکشه؟ این ملت هم. اینها بسیاری بدبختن. اینها را کشتن درست نیست. متوقف کنید اعدام. متوقف کنید. زدن کسی که اعتراض داره و سلاح نیامده، حرف داره، زندان نکنید کسانی را که حرف دارن، سخن میگم، بگذاری حرف بزنن. این حرف به نفع به خدا قسم. بالاترین ضرر را به کشور ما کسانی زدن که نگذاشتن جلو انتقاد گرفتن. بالاترین ظلم به کشور ما، بالاترین ظلم به جمهوری اسلامی، بالاترین ظلم به خود رهبری اونهایی کردن که نگذاشتن کسی انتقاد کنه. بابا به حضرت رسول انتقاد شده، بالاتر از حضرت رسول کسی توی دنیا. جلو آن حضرت گرفته. صحابی حدیث بخاری شریفه گفته یا رسول الله شما آن حضرت تقسیم کردن صدقات را و کمک را به مردم و یک شخص را ندادن. صحابی جلو آمد گفت یا رسول الله شما به همه دادید، به این چرا ندادید؟ به فلانی ندادید. آن حضرت او گفت که این مومنه. آن حضرت گفت که او مسلم، یعنی شما مسلمان بگید بهتره. او نفهمید. بعد صبر کرد، بعد آمد 2 مرتبه دومی و اعتراض کرد یا رسول الله همه دادید، به این شخص چرا ندادید؟ این مومنه. گفت که یا مسلمانه. 3 بار اعتراض کرد بر آن حضرت. هیچ کسی نگفت که آقا شما ادب رعایت کن، آقا این پیامبر اعظمه. و آن حضرت فرمود که شما فرمود که این فلانی گفت من بسیار را میدهم و بعضی را نمیدهم. او را که نمیدهم دوستتر دارم از کسانی که میدهم. او صحابی میگه که این کلمه اینقدر محبوب شد برام که حضرت میگه بسیار را من دوستتر دارم، ولی اونی که خطر داره به او میدهم. او شخصی که در ایمانش ثابت، فقر سبب کفر او نمیشه. فقر
او را فاسد نمی کنه، من به او نمیدم، به اونی که خطر فساد میدم. و او کانه شد و چقدر جلوان حضرت گرفتن، چادر مبارک کشیدن، چادر به صفحه گردن آن حضرت اثر کرد و این مسلمان نبود که این کارا کرد، یک یهودی این کارا کرد. ولی وقتی که صحابه خواستن او را تنبیه بکنه حضرت اجازه نداد. او گفت این دینی از من میخواه و این صاحب حقه. و این آموزش ببینید، فرمودن و ان لصاحب الحق مقالا، صاحب حق اعتراض داره، حق گفت این حق اعتراض بر من داره، فشارش آمده، برید اون چی که او میخواهد بهترش را به او بدید. چادر مبارک آن حضرت را به گردن مبارکش گرفت و یعنی به اصطلاح به گریبان آن حضرت گرفت، ولی کسی او را حول نداد، کسی نگذاشت که حرف بزنه. این سیره مبارک آن حضرت، هیچ کسی نباید توی دنیا خط قرمز باشه. به حضرت علی انتقاد کردن، حضرت علی را صحبت کردن با حضرت علی رضی الله تعالی عنه. حضرت علی هم یک حاکم کاملا مردمی که در اختیار همه طیفه و همه کشورها بوده و خلفای راشدین، همه بر منهاج سیره آن حضرت حکومت کردن. انتقاد مفیده، انتقاد راه را باز میکنه، انتقاد به نفعه، به خیره. وقتی که شما نگذارید، کسی نگذاره که آقا به عبدالحمید که پیش نماز شما هست انتقاد بکنید، شما بالاترین ظلم به من کردید. تب من انتقاد نکنید، من راهم را نمیتونم پیدا بکنم، من عیبم را نمیتونم، عیب کارم را من نمیتونم اصلاح بشم. شما نخبگان نگذاشتید، نخبگان جامعه را که با بزرگان این قوم ارتباط بگیرند، مشکلات کشور را بگیرند. و الان شما بینید کشور با یک چالش جدی و با یک بنبست کامل روبرو شده است. شما الان همه اصناف اعتراض دارن، همه مردم میگن که پولشون از اعتبار افتاده. پول که نه اعتبار بیفته، چه چیزی میتونه جای پول بگیره؟ شما پولتون بالاخره 50 میلیون تو شده $1000، یعنی 50,000 بالاخره 50,000 $1، از 50,000 بالاتره. این پول نه تنها دلاره، تمام این پولهای همه کشورها، هیچ جای این پول ارزش نداره. و با این چگونه میتوانید کارگر شما امروز حقوقش را اضافه میکنید، فردا 2 مرتبه این کارگر میاد، پس فردا میآید. شما من شنیدم که از مسئولان گفتن یک مبلغ اضافه بکنند به بازنشسته ها، به کارگران. ما توی همین کار کوچکمون، همین مدرسه، بالاخره حسابدار ما اینجا نشسته، 1 سال چند بار حقوق اضافه کرده. ما اضافه میکنیم هیچی، اضافه میکنیم هیچی، چون پول داره ارزشش از میفته. همه مردم، هر کسی در هر بخش کار میکنه نیاز به کارگر داره، کارفرما هست، کارگره، و لحظه نمیتونه هر چی که بده نمیتونه رضایت اینها را بگیره. دامداران، کشاورزان، تجاران، شرکتان نمیتونند که رضایت کارگرایشون داشته باشند. پول باید برگرده، شما پول باید برگردانید.
تا پول بر نگرده. این همین اینجا همین بیانه 1,000,000 تومان 1,000 دلار بوده، 800 تومان 400 تومان اینجا 1,000 دلار بود. و حالا این پول کجا رفته؟ این پول باید شما برگردانید. علاجش اینه. اینجا کسی که 10 میلیون درآمد داشته، 10 میلیون 10,000 دلار بوده، 3 میلیون تومان حقوق داشته، 3,000 دلار گرفت بوده، حالا 50 میلیون 1,000 دلار. ای بالاخره پول ملی شکست خورده، کمر پول ملی شکسته است. و این طیف‌های مختلف، اصناف مختلف، همین شما نیروهای مسلحتون گرسنه، شما کارمندانتون گرسنه، شما وزارتخانه هایتون همه روحیه را از دست دادن. و حقوق میگیرن. حقوق کسی که 7 میلیون میگیره میشه 100 خورده دلار. 8 میلیون تومان میگیره 10 میلیون بگیره آقا، 10 میلیون میشه 200 دلار. با 200 دلار دکتر میتونه زندگی بکنه، پزشک میتونه. با 200 دلار کارگر نمیتونه زندگی بکنه. و این کار اساسیه. شما تحریم ها را این همه فرصت داشتیم، ما تحریم ها را نتوانستیم که ما حل بکنیم. هسته‌ای چه اندازه ارزش داشت و حیاتی بود برای ایران که ایران به اینجا بیاره برسانه. شما این همه فرصت داشتید، شما مشوره نکردید با مردم. حرف مردم بسیاری بودن که گوش نکردید. همه ما دلسوزیم، همه ایرانییم، بالاخره هم وطنیم و بازو یک دیگران هم وطنان. گفتم به شما بالاخره مسئله حل کنید. شما مسئله باید حل میکردید، تحریم نمیگذاشتید. گفته که تحریم، بعضی گفته که تحریم نعمت است و ملک آباد میشه، بعضی گفته کجا شد آباد. بالاخره شما این تحریم به نفع افراد بود، اشخاص بود، به نفع آقازاده ها بود که نفت بردن فروختن و توی بازار سیاه و استفاده کردن، به نفع ملت نشد. منافع ملی ضربه خورد. حالا یک قسمتش هست و اختلاس ها و فساد ها را نتوانستید مبارزه کنید، صحیح و مدیریت کنید، جلوگیری بکنید. فساد ها از طرف دیگر و خزانه ها را خالی کردن. امروز بسیاری زمزمه ها هست که میخواهم بسیاری چیزها را بفروشم. نه این کشورداری منصاب به شما بگن که به این صورت نمیشه. زندان مسئله شما را حل نمیکنه. حالا علما را بسیاری را گرفته زندان کرده. علما گلایه دارن، اینها مدرسان، این کارشون این بنده ناچیزی الله 4 کلمه حرف زده، ولی اینا هیچ این عالمان این کارشون تدریسه. شما این علما را نگیرید. من حیفم میآید که این افراد فرهیخته را من توی زندان میبینم، زندانهای سیاسی را. آقا این حرف میزنن، به هر کسی میخوان انتقاد کنم بکنم. بعضی نامه نوشتم برای مقام رهبری، اینا را گرفتن زنده. بابا شما چرا اینا را زنده میکنید؟ اینا نامه نوشتن، نامه نوشته انتقادی کرده، حرفی زدن. با اینا بشینید، اینا را ببرید پیش مقام رهبری که نه حرف دارد. نباید اطراف یک شخصیت که همه چیز را الله تعالی به دست او داده و ملت به دست او داده یا قانون داده، اطراف او را طیف خاصه بگیره.
توی بعض کشورهای دیگه هم مشکلاتی هست. هر جا این اتفاق پیش بیاید مشکل درست میشه. باید هر کسی که مسئول در اختیار تمام طایفه باشه، هر کس حرفش را بزنه. سیره آن حضرت، سیره حضرت علی خلفای راشدین. و با زندان من به صورت قطعی میتونم بگم که من چنان قطعیم توی دیدگاهم در این مسئله که اگر من اینجا سوگند هم بخورم میدونم که مسئول ذمه نمیشه، که زندان نمیتونه حل کنه. کشتن هم نمیتونه مسئله را حل کنه. نشست مسئله را حل میکنه، گفتگو حل میکنه، شنیدن نظر مخالف، شنیدن نظر منتقد میتونه مسئله را حل بکنه. ما هم ناراضیم از این مسئله که کسی مامور دولت تا بکشه، کسی عالمی را با ماشین بزنه و زیر بیاره. ما هم اینه نمیپسندیم. ما میگیم که کشتن انسان، حالا ما ایرانی نکشه. من جمعه گذشته توصیه کردم به نیروهای انتظامی، نظامی، بسیج، گفتم مردم نزنید، مردم ایران هم. شما ایرانی هستید، شما فرزند همین ملتید، شما نمیتونید از این مملکت جای دیگه فرار کنید و زندگی بکنید. شما باید در کنار همین مردم باشید. اینا ایرانیه، شما ایرانی را نزنید. توصیه من به ایرانی هم همینه که شما این مامورین نزنید. بالاخره این مامورین نزنید. کشتن انسان درست نیست. هموطن که ما هستیم منافعمون مشترک هست. زندانی های تونا همه زندانی های حرفه، این نحسه را قبول دارید، زندانی های تونا ویل کنید. این زنان زندانی، مردان زندانی، دانشگاهیان، علما، آقا بگی که مشکل چی پیش آمده است. بشینید. چند سال قبل من همین منبر گفتن که شما تریبون آزاد بگذارید، یک تریبون آزاد که مردم انتقاد دارد دستگاه قضایی بیا اینجا حرف بزنن، از قانونهای جزایی طرز دارم یه حرف بزنن، از مجلس بیا اینجا حرف بزنن، از رئیس جمهور بیا اینجا حرف بزنن. من نگفتم که از رهبری، ولی اعتقاد من اینه که به نفع رهبری و به نفع همه مقامات آنه که در تریبون آزاد مردم حرفشون بزن. این بهتره از هر کسی اعتراض دارد. ما توی دین اسلام نداریم چنان چیزی که بعض خط قرمز. یکی برای من پیغام فرستاده بود که شما خط قرمز ما را پا گذاشتید. من گفتن یکی را که شما بگو که شما جلوتر خط قرمز را پایمال کردید. ولی من این حرف واقعی من میگه خط قرمز تعیین نکنید و برای همه انسانان هیچ مصوبه وحی منزل نیست. آنچه که خبرگان برای ما قانون اساسی را تصویب کردن وحی آسمانی نیست. مصوبات مجلس اشتباه دارند، وحی آسمانی نیستند. و مصوبه شورای فقها وحی آسمانی نیست، اشتباه دارند. رهبری هیچ وقت هم نگفته که معصومه و هیچ کسی عصمت نداره. الا عزیزان ما میگه ائمه اهل بیت معصومان و ما میگیم که معصوم فقط حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. ولی همون معصوم جلوش را گرفته این که میگیم که گریبانش مبارکش را گرفتن،
همون هم انتقاد کردن و لحظه هیچ همه دوچار اشتباه میشن، همه دوچار لغزش میشن. ما هم که حرفا را میزنیم میگه آقا هر جای حرف اشتباه من زدم، من هر کسی تذکر بده من از او تشکر میکنم، بگه حرف تو اشتباهه. و بعضی از جای پیام فرستادن بالاخره من گفته هر جای حرف من اشتباه باشه من اصلاحش میکنم. وقتی اشتباه من درست باشه ما هم خطا میکنه، ولی راه این نیست. راهی که میریم این راه بنبست بیشتر میکنه و من اینه به یقین میگم که این راه حل دیگه وجود نداره، نه کشتنه، نه بستنه، نه زندانی کردنه، بلکه راه تنها نشسته و راه رضایت ملته. ملت باید راه این میتونه که مشکل ما را حل بکنه و الله تعالی توفیق هدایت کنه همه را که صحیح فکر بکنیم، درست فکر بکنیم و با همین ملتی که ملت ایران و یکی از بهترین ملت های دنیا و کشورشون یکی از ایران یکی از سرمایه‌دار ترین کشورهای دنیا است و بالاترین ثروت این کشور ایران انسانهای نخبه و انسانهای مستعدن که الان بسیاری زندگی نتوانسته اینجا بکنن، فرار کرده از ایران و بیرونن. اینا را بخواهیم باید ایرانی هایی که بیرونن برگردن به ایران، باید دلار برگرده به حد اکثر دلار، به هر حال 1,000,000 تومان 1000 دلار باشه. این آسانه، راهش هم هست، راهش آسانه. شما اجازه بدید تا ما او طرح بگیم به شما که طرحش چیه. شما حقوق کارگران را اضافه نکنید، بعض شستگان را بیارید به کم 1,000,000 بکنید. 1,000,000 حقوق کارگر باشه، 1,000,000 بشه 1000 دلار. کارگر چه میخواد؟ کارگر 100 دلار میگیره، 150 میگیره، ولی وقتی که 1000 دلار بگیری کارگر میتونه منزل بسازه برای خودش همه زندگی و هیچ کسی از ایران فرار نمیکنه. راه برگشت اینه که دلار برگرده، اعتبار تومان برگرده و این راه درست شدن اقتصاد امروز ثبات نداره. چرا که سیاست ما ثبات نداره. ثبات سیاسی نباشه هیچ ثبات نخواهد بود تو مملکت، همه چیز در تزلزل خواهد بود. الله تعالی توفیق بده همه ما را به راه درست راهنمایی بکنه و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.